سلام، خیلی به پادکست امروز خوش اومدید. امروز قراره در مورد چیزی صحبت کنیم که همه میخوان بدونن. چطور میشه از اینترنت پول درآورد؟ واقعاً و واقعی. اولین راه خیلی ساده اما جذاب. فریلنسینگ. سایت هایی مثل فیور و آپورک بهت اجازه میدن مهارتت رو بفروشی. چه طراحی گرافیک باشه، چه ترجمه یا تولید محتوا. حتی با چند ساعت کار در هفته میشه درآمد خوبی داشت. راه دوم، بازاریابی آنلاین یا افیلیت مارکتینگ. یعنی محصولات دیگران رو تبلیغ میکنی و درصدی از فروشش رو دریافت میکنی. اگر یک کانال اینستاگرام یا وبلاگ داشته باشی، این روش میتونه درآمد جذابی بده. و البته فراموش نکن، فروش محصولات دیجیتال یا آنلاین مثل دوره‌های آموزشی، فایل‌های آماده یا عکس و ویدیو. اینترنت این امکان رو به همه میده که خلاقیتشون رو به درآمد تبدیل کنن، حتی بدون سرمایه اولیه. پس اگر دنبال راهی برای پول درآوردن از اینترنت هستی، اول مهارتت رو پیدا کن، بعد روش مناسب رو انتخاب کن و شروع کن. اینترنت پر از فرصت هاست، فقط کافیه اقدام کنی. لایک و ساب فراموش نشه.